سلام دوستان، با یه ویدیوی دیگه در خدمتتون هستیم از چنل گیلتیوب. این ویدیو اختصاص داره به یکی از ورزش‌های کهن استان گیلان و مازندران به نام کشتی گیلمردی. مرد گیلانم کهن پهلوانم کشتیگیر پیرهنده عین جوانانم. همونطور که میدونید کشتی گیلمردی یکی از ورزش‌های سنتی استان گیلانه که این روزها خیلی کمرنگ شده. کشتی گیلمردی یکی از قدیمی‌ترین ورزش‌های بومی ایران به شمار میره. این ورزش در دی‌ماه سال 1390 در فهرست آثار معنوی ایران ثبت شده. ورزش کشتی پهلوانی در همه جای فرهنگ ایران پیشینه‌ای کهن داره و در هر مکان جغرافیایی با نام و شیوه خاص نظیر کشتی جوخه خراسانی، کشتی مازندرانی، کشتی گیلمردی و غیره اجرا میشه. کشتی گیلمردی در بازارها و در مراسم‌های عروسی سنتی، همچنین در روستاها و شهرهای کوچک اغلباً در فصل تابستان برگزار میشه. این ورزش همانند سایر کشتی‌ها و ورزش‌ها آداب و رسومی داشته و دارای قوانین خاصی است. یکی از آیین‌هایی که پس از ورود اسلام به کشتی گیلمردی اضافه شد آیین نیایش است که در آن پهلوان رو به قبله سلام می‌دهد. تازه‌کاران را نوچه یا به اصطلاح محلی تنگوله مینامند. کشتیگیران قدیمی‌تر را پهلوان مینامند و در هر محله و روستا یکی از پهلوانان به عنوان پیشکسوت یا سرپهلوان حضور دارد. مراسم کشتی با رژه سنتی کشتیگیران که به تماشاگران سلام می‌دهند آغاز می‌شود. این ورزش هیچ رده‌بندی وزنی و محدودیتی نداشته و کشتیگیران می‌توانند در صورتی که نبرد به طول انجامید از داور درخواست توقف کنند. کشتی گیلمردی به دو سبک اجرا می‌شود: بزن و بگیر، که در گذشته از بزن بیشتر استفاده میشد اما این روزها از بگیر استفاده می شود. کشتی شما بزن میگرفتید یا بگیر؟ بزن بود چی بزنی؟ ما خودم یه نفر زن 2 روز بیمارستان خوابیده. دلتون نسوخت؟ دیگه چیکار کشتی اگمون نزده و میزد آخر. در این رزم برنده به کسی اطلاق می شود که به غیر از کف پاها کلیه اعضای بدنش هیچ تماسی با زمین نداشته باشد. سیبیل توکی، پسالنگ، تکموشت، دست به چکره، سرفوشان از جمله فنون کشتی گیلمردی محسوب می شوند. 4 داور یا 5 داور دور میدون بودن، یه نفر مرمان صفدار بهش میگفتن. صفدار یعنی اونی که میدون رو میچرخوند و پهلوانا در یه مکانی درست کرده بودیم، میرفتن لباسشون رو عوض میکردن، بعد میومدن میدون کشتی. همین میدون کشتی بود، ببین اون چیزا نبودن، میدون کشتی بزرگ وسیع بود. اینجا میدون کشتی میومدن کشتی میگرفتن. موتور امر نامو بردیم از مازندران تا ماسال، همه جا نامو بردیم، نوشتیم یه دوری کشتی گیلمردی در منطقه خمام بخش روستای کلاشا برگزار بیه. نامه بردیم خودمان فداییم. انت سال 45 به 50. امیدواریم این مراسم و ورزش سنتی استان گیلان مثل خیلی دیگه از مراسم‌ها به فراموشی سپرده نشه و هر ساله با صلابت‌تر از قبل برگزار بشه. دوران چقدر میکردید؟ دورانم بند نبود. دوران اون وقت پول 10 تومن، 20 تومن، 30 تومن، 50 تومن اون وقت دوران میخریم. دور میدون میچرخیدید مردم آره، سکه بچه‌ها با ما بودم دور میگشتیم، ما اون دوره میدادن.